تو هم دوست داری امسال قشنگ خودتو برنزه بکنی و خوش رنگ بشی؟ پس تو این ویدیو همراه باش. توی این ویدیو میخوام راجع به یک سری نکات و مراقبت های پوستی توی تابستون صحبت بکنم که به سلامت پوستمون کمک بکنه، در واقع همون روتین پوستی تابستون، و یک سری نکات راجع به برنزه کردنم حتما بهتون میگم. خب اولین موضوعی که توی تابستون راجع به پوست خیلی مطرحه برنزه کردن پوسته. خیلی ها هستن که دوست دارن توی تابستون پوستشون رو برنزه بکنن و رنگشون تیره تر بشه، ولی موضوع اصلی اینه که هممون میدونیم که اشعه آفتاب هم UVA و هم UVB مضرات خیلی زیادی برای پوست ما داره. اشعه آفتاب وقتی که شما طولانی مدت توی آفتاب دراز میکشین، هم در جا و هم در طولانی مدت باعث از بین رفتن کلاژنای پوستتون میشه و یه اتفاق خیلی بدی که احتمال داره بیفته اینه که خدای نکرده مبتلا به سرطان پوست بشین. بعد از اون اتفاقی که میفته اینه که اشعه آفتاب روند پیری پوست رو سرعتش رو زیاد میکنه و بالا میبره. گاهی اوقات باعث ایجاد لک روی پوست میشه و یه اتفاق خیلی مهمی هم که میفته باعث دهیدراتگی و خشکی پوست میشه. پس بهترین کار اینه که شما آفتاب نگیرید، ولی حالا یه سری هستن که دوست دارن تو تحت هر شرایطی برنزه بکنن پوستشون و رنگشون تیره بشه. بهترین کار و امن‌ترین کار برای این افراد استفاده از کرما و اسپری ها و لوسیون های برنزه کننده پوسته. وقتی که مهمونی یا جایی میخواین برین میتونین ازش استفاده بکنین و ضرری برای پوستتون نداره. راستی میدونستی کسایی که رنگ پوستشون سفید روشنه هر چقدر هم که زیر آفتاب دراز بکشن رنگ پوستشون تغییر نمیکنه و برنزه نمیشه؟ تنها اتفاقی که براشون میفته اینه که دچار آفتاب سوختگی میشن و پوستشون آسیب میبینه. اگه تا اینجای ویدیو نکاتو دوست داشتی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. یکی از مهمترین نکته‌ها برای داشتن پوست سالم چه تو تابستون چه تو فصل‌های دیگه اینه که شما مراقب سلامت کلی بدنتون باشید. سیستم بدن ما همش در کنار هم و یک پارچه داره کار میکنه. اینجوری نیست که شما فکر بکنید اگه یه روتین پوستی سالم و خوب داشته باشید ولی سلامت کلی بدنتون رو بذارین کنار و کاری بهش نداشته باشید یه پوست سالم و شفاف دارین. نه، وقتی که بهترین روتین پوستی رو هم داشته باشید ولی به سلامت بدنتون و ذهنتون اهمیت ندین نمیتونین اون پوست شفاف رو داشته باشین. کلا باید حواستون باشه ما همین یه دونه بدن رو داریم، خیلی باید مراقبش باشیم و باهاش مهربون باشیم. باید ورزش بکنیم، پادکست گوش بدیم، مدیتیشن بکنیم، کلا به روح و جسممون در کنار هم اهمیت بدیم. در کل اینو باید بدونید که سرمایه گذاری روی بدنتون و داشتن یه بدن سالم خیلی مهمتر از داشتن روتین پوستی 11-12 مرحله‌ای و محصولات پوستی گرونی. اگه نکات تا اینجای ویدیو دوست داشتی حتما منتظر نکته‌ای که آخر ویدیو میخوام بگم باش که از رو چه متوجه میشی. خب دومین موضوع توی روتین پوستی تابستون استفاده هر روزه و مداوم از ضد آفتابه. ببینین بازم میگم استفاده از ضد آفتاب برای همه فصول واجبه، ولی اهمیت استفاده از ضد آفتاب توی تابستون چند برابر میشه. بعد توی تابستون شما مثلا مسافرت بیشتر میرین، لب دریا میرین، کوه میرین، طبیعت میرین و تابش آفتاب شدیدتره، تاثیر بدتری روی پوستتون میذاره. پس خیلی خیلی باید حواستون باشه که یک ضد آفتابی که هم فاکتور محافظتی در مقابل UVA و هم UVB داشته باشین و همینجا به هم قول بدین که هر روز، حالا حتی اگه مسافرت و دریا و کوه و اینها هم نرفتین، هر روز صبح ضد آفتابتون رو قبل از بیرون رفتن از خونه بزنین، چون باید یک رو قبل از خروج از خونه ضد آفتاب بزنین که جذب بشه و قشنگ اثردهیشو داشته باشه. پس هدف اصلی ما برای این تابستون استفاده هر روزه از ضد آفتاب و تمدید هر 2 ساعت یک بارشه. حداقلی که قول بدین که هر روز صبح یه بار ضد آفتابتون رو بزنین. راستی برام توی کامنت ها حتما بنویس که تا حالا از چه ضد آفتابی استفاده کردی و خیلی خیلی ازش راضی بودی. من خودم از ضد آفتاب فیوژن واتر ایزدین و ضد آفتاب میریان می خیلی خیلی راضیم، چون جفتشون سبکن، بافت چربی ندارن و محافظت خیلی خوبی در برابر نور خورشید از پوست میکنن. بریم سراغ مورد بعدی.
توی تابستون هر کاری که داره پوست شما رو لایه برداری شدید میکنه و باعث حساس تر شدن پوست شما نسبت به نور آفتاب میشه رو اصلا نباید انجام بدین، چون که امکان داره پوست شما دچار آفتاب سوختگی بشه. راجع به کارهای کلینیکالی که نباید انجام بدین، مثلا اسیدتراپی های خیلی قوی، کارهای تهاجمی، کارهایی که لایه برداری خیلی شدیدی داره از پوستتون میکنه و مزونیدلینگ که تو تابستون اصلا نباید انجام بشه. توی روتین پوستیتون هم نباید یک سری محصولات رو استفاده بکنین مثل گلایکولیک اسید، آلفا هیدروکسی اسیده، باعث حساس تر شدن پوست شما نسبت به آفتاب میشه، لایه برداری میکنه و کلا مقاومت پوستتون رو نسبت به آفتاب کم میکنه. توی روتینتون از ایزوترتینوئین هم نباید استفاده بکنین. و یه مورد دیگه اینه که داکسیسایکلین یه آنتی بیوتیکه که برای درمان جوش تجویز میکنن پزشکا. این رو باید حواستون باشه که توی تابستون استفاده نکنین، یا اینکه حالا اگه در طول درمان هستین رو الان مجبور به استفاده هستین، حواستون باشه که وقتی بیرون میرین از خونه قشنگ کلاه بذارین، عینک آفتابی بزنین، خیلی خیلی مراقب پوستتون باشین، اصلا آفتاب به صورتتون نخوره، پوستتون کلا هر جا. بریم سراغ نکته‌ای که قول داده بودم آخر ویدیو بهتون بگم. میدونستین که وقتی که شما بعد از خوردن لیمو در معرض آفتاب قرار بگیرین ممکنه باعث بروز حساسیت بشه؟ پس حواستون باشه وقتی که مثلا حالا دوست دارین آفتاب بگیرین، میرین آفتاب بگیرین، برنزه کنین، حداقل موقع آفتاب گرفتن لیمونات نخورین، لیمو استفاده نکنین، چون خودش پوست رو نسبت به آفتاب حساس‌تر میکنه. یا اینکه یه سری خیلی دوست دارن لیمو رو به صورتشون بزنن، رو موهاشون بزنن، حالا رنگ موشون روشن بشه زیر آفتاب، اینا همه باعث آسیب به پوست و موتون میشه. خب بریم سراغ آخرین مورد. توی تابستون چون که عرق میکنین، یعنی بیشتر از فصول دیگه عرق میکنین، بدنتون آب بیشتری داره از دست میده، پس باید حواستون باشه که آب بیشتری میل بکنین که بدنتون رو هیدراته نگه دارین، میوه ها سبزیجات بیشتری بخورین، چون بدن هنگام عرق کردن فقط آب از دست نمیده، یه سری املاح هم داره از دست میده. و اینکه حتما از مرطوب کننده های ژلی و سبک استفاده بکنین.